آیا جایز است که قرآن بخوانم در حالی که معنیش را نمیفهمم؟ بله جایز است. آیا جایز است بیرون از نماز همراه قاری قرآن را تکرار کنم؟ بله جایز است. آیا جایز است در خانه به حجاب قرآن را تلاوت نمایم؟ بله جایز است. آیا گرفتن مزد برای تعلیم دادن قرآن جایز است؟ بله جایز است. آیا جایز است قرآن را در حال بخوانم که به پوش زده ام یا خوابیده ام؟ بله جایز است. آیا خواندن قرآن به تجوید جایز است؟ بله جایز است. آیا در قیام شب از روی تلفن یا مصحف قرآن تلاوت قرآن نمایم جایز است؟ بله جایز است. آیا در رمضان نماز تراویح را از روی قرآن بخوانم جایز است؟ بله جایز است. چون از عایشه رضی الله عنها در این مورد روایتی هست که یک غلامی را می‌آوردند و آن تلاوت قرآن میکرد و از قرآن تلاوت میکرد. آیا پیش از خواب قرآن را فعال کنم، پخش کنم و بر آن گوش انداخته خواب بروم جایز است؟ بله جایز است. آیا تنها بر گوش انداختن قرآن که از آن ثواب پاداش بگیرم بر من جایز است؟ بله جایز است. اما تلاش نماییم با تدبر و تفکر و تأمل بخوانیم. آیا می توانم ختم قرآن را ادامه دهم و هنگامی که سجده سهو میآید آن را انجام ندهم، یعنی که سجده سهو نکنم؟ بله جایز است. چون در مسئله سجده سهو کردن در بین علما خلاف است و قول صحیح این است که واجب نیست. آیا می توانم ختم قرآن را با برنامه‌های تلفنی ادامه بدهم، از روی تلفن تلاوت کرده؟ بله جایز است. آیا خواندن قرآن از تلفن به وضو جایز است؟ بله جایز است. آیا برای آموختن، برای آموزش با بعضی از اشتباهات ها قرآن را بخوانم برای آن جایز است؟ بله جایز است. آیا برای زن جایز است که در خانه با آواز بلند قرآن را تلاوت نماید؟ بله جایز است، به شرطی که نامحرمان نباشند، کسی از نامحرم صدای آنها را نشنود. آیا خواندن یک صحیفه از قرآن برایم در بیان ترک نکردن قرآن و هجر نکردن آن بسنده است؟ بله بسنده است. آیا برای زنی حیضدار خواندن قرآن از روی تلفن جایز است؟ بله جایز است. آیا برای مردی در حالت جنابت بوده از روی تلفن خواندن آن یا که از روی حفظ خواندن قرآن جایز است؟ بله جایز است. و این مذهب ظاهریا و سخن السلف و همچنین از علماها محمد بن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه و ابن جریر طبری و ابن منذر و شوکانی و غیر از علما اختیار کردگی هستند. الله اعلم.